سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان و قرقیزستان بخش دیگری از مرزشان را مشخص کردند. ویزا میان تاجیکستان و ایران بیکار شد و جراحی نادیر جان دختر 10 ساله را نجات داد. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز پنجشنبه 9 نوامبر. گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان با سر تعیین 1798 کیلومتر دیگری مرزی میان دو کشور به موافقه رسیدند. خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان و رسانه‌های دولتی قرقیزستان در این باره روز 8 نوامبر خبرنامه همسان نشر کردند. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز می‌رود. در خبرهای رسمی گفته می شود که اعضای گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از 1 تا 8 نوامبر امسال در شهر بوستان ولایت سوخت همراه کار کردند. خبرگزاری خاور نشست دو جانبه را دوستانه عنوان کرده است. سامانه حکومت قرقیزستان نیز گفته است که گفتگوی دو جانب در روحیه دوستی و همدیگر فهمی انجام شد. حکومت قرقیزستان گفته است که از 980 کیلومتری مرز میان دو کشور 625 کیلومترش مشخص نشده است. نامعین ماندن بخش‌های از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. تاجیکستان و ایران ویزا یا روادیدی سفر را برای شهروندان خود بیکار کردند. اکنون شهروندان دو دولت می توانند تا 30 روز در کشورهای همدیگر بی روادید بود و باش کنند. سند مذکور در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به تاجیکستان امضا شد. در دیدار او با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 نوامبر در دوشنبه همچنین چند حجت گسترشی همکاری ها به امضا رسید. رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره سردی رو به بهبود نهادند، ولی تجارت بین آنها از 400 میلیون دلار هم کمتر است. صاحبکاران دو طرف بارها خواستار لغو ویزا و گسترش همکاری ها شدند. سردی رابطه ها به حمایت ایران از حزب ممنوع نهضت اسلامی و ناپدید شدن قریب 2.5 میلیارد دلار تاجر ایرانی و بگزنجانی در تاجیکستان بستگی داده میشد. طبیبان مرکز سرطان شناسی تاجیکستان باری نخست جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه است. چون این نوع جراحی در کشورهای خارجی امکان پذیر بود ولی به خانواده های نادار تاجیک دسترس نبود. حالا طبیبان وضع سلامتی دخترچه را که این جراحی را پشت سر کرد خوب ارزیابی می کنند. این چگونه جراحی است و چرا آن را طبیبان باری نخست انجام دادند؟ گزارشی همکارمان محمد وفا رحمتزاده را همراه می بینیم. طبیبان تاجیک بار اول یک نمود جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه بوده است. این جراحی در مرکز جمهوریوی سرطان شناسی در یک دختر 10 ساله به طور رایگان صورت گرفته است. هنگام مراجعت مشکل نفس کشی داشت. تماما نفس کشیدن نمیتونست با یک زوری و وقتی هنگام گذراندن تشخیص‌های علاوگی از اون جمله توموگرافی کامپیوتری و برونکوسکوپی معلوم گوشه ببینید که آموس بدصفت که در درون خیرنو جاگیر است پورا خیرنو رو ایوتا کرده است و باعث اون شده است که یعنی از 2 قسمت همون تراخیر رو محکم کرده است و هوا نمیگذارد و این باعث اون میشد که کسالو قریب نفس کشیده نمیتونست. در دورهای پیش به همین گونه بیماری‌ها ما یک نایچه تراخستوم گذاشتیم پایین‌تر از این تراخیه تنها با مقصد نفس کشی، ولی آموز در جای خود می‌ایستاد و این بیمارو دوردراز زندگی نمی‌کردند. خوشبختانه وزیر ما همین دخترک ما اجرا کردیم، آموز پورا بریده گرفته شد و همین خیرنو از نو به هم چسبانیده شد. جراحی 2.5 ساعت دوام داشته به قول طبیب آسان نبوده است. وقتی که جراحی واقعا لحظه‌ای بودند، خصوصا در وقتی که خیرنوی همون سگمنتی که با آموس ایوتا شده است بریده شود، از همه لحظه‌های دشوار است. وقتی که ما خیرنوی رو میبریم در همین وقت باید زود نایچه‌ای که به همون هوا بود روان کرده شود به قسمت دیستالی همون تراخیه وارد کرده شود و این یکی از لحظه‌های بسیار مشکل بود. وقتی که آموس خیرنوی بریده شد در آوردن اون خیلی مشکل بود. این لحظه رو خیلی خوب با یک یعنی حرفو به یک کس نقل کردن خیلی دشوار است، ولی از خود میگذرونه. ولی وقتی که نتیجه کار رو میبینی همه این چیزو پشت سر میشن.
مریم بعد 5 روز بیستری اکنون به خانه اشان برمیگردد. طبیبان فعلا وضع سلامتیش را خوب ارزیابی کردند. مادرش تا جراحی او به سراغ چند طبیب دیگر رفته بوده است. دکتر مراجعت کردیم ناحیه‌مون به گفتن که این الرژیستی برانخیت گفتن. خیلی چنین کردیم و یک رزگی هم سر نداد. 2 ماه گذشت دکتر نابردمونمون. سونی همینشون سبب شدنده آوردیم دوشنبه به. اینشون دادیم. دیده گفتن که این یگانه راه جراحی گفتن. نفس کشی نمیتونست. خیلی مشکل بود نفس کشید. خدا را شکر که همین دکتر سبب شدنده دخترچه درش به دوای افتن. چون این نوع جراحی در کشورهای خارجه امکان پذیر بود، ولی به خانواده های مثل مادر مریم آسان نیست. طبیبان میگویند من بعد این گونه بیماران را می توانند در کشور جراحی کنند. بنا به آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 20,000 نفر مبتلای سرطان است. اما آمار دقیقی که چند نفر آنها به چنین جراحی نیاز دارند وجود ندارد. در تاجیکستان طبابت و جراحی بیماران سرطان رسما رایگان پیش بینی شده است، ولی ساکنان به این چیز شبهه دارند. در قزاقستان کمچینی گاز جدی است و این مشکل در فرصت‌های نزدیک حل نمی شود، گفت وزیر انرژی قزاقستان المصدام ساتکالیف. در بازار سوزشواری ما کمبود گاز جدی خواهد شد. حالا ما مجبوریم با درک مسئولیت اعلام نماییم که دولت همین حالا با مشکل جدی روبروست و این مسئله در آینده نزدیک حل نمی شود، گفت وزیر. وی افزود که تنها در 9 ماه سال جاری استفاده گاز در قزاقستان 25% بالا رفته، طلبات به آن در ماه به 225-250 هزار تن در یک ماه می رسد. وزیر علاوه کرد که در مقایسه با بنزین ارزان بودن گاز بسیاری از راننده ها را وادار کرده است که به این نوع سوزشواری گذرند و به این دلیل اقتدار استخراج و کارکرد گاز کفایت نمی کند. ساتکالیف گفت مسئله گران کردن قیمت گاز در سطح حکومت قزاقستان بررسی می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. نویبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50,000 نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کار کودک و آن هم در مهاجرت در کشور دیگر مشکل جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن 9 و 10 در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نویبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتوگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان $10 میلیون جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی برای امن و بخطر نگه داشتن پرتوگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتوگاه رادیاسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو نهفتند. از اوران تباشر نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیمов تولد شده است که در 82 سال عمرش 10 نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقش‌هایش در فیلم‌های مرگ سودخور، اسرار عائله غیورفا، صبح جوانی ما، زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیمov از کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای آمریکا ثبت شده است. و در این قسمت برنامه از قرب ارز خارجی میگوییم. بانک ملی 1000 روبل روسی را برای امروز 119 سومانی معین کرده است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1169 سومانی برابر است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید هر لحظه خبر و گزارش های بیشتر را در سامانه و صحیفه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.